دا ډیټابیسو پرون ټیبل جوړ مثلا د یو دکان یا د یو کمپنۍ چې خرید و فروش کوي کنه وړ یو ډیټابیس جوړ کړو چې مکمل معلومات کمپیوټرایز وي کنه یو څوک راځي یو شی اخلي په پیسو باندې تاسو سره باید مکمل ریکارډ وي چې کوم شی واخسته په څو واخسته 100 روپۍ راکړي 100 روپۍ پاتې دي یو شی چې ته خرڅوي همداسې چې ته خپل دکان ته اخلي کنه کوم شی دی واخسته چا دی واخسته په څو دی واخسته 100 دانې دی واخسته 100 روپۍ دی ورکړي 100 پاتې شوې په کوم تاریخ باندې دا معلومات به ټول موږ سره وي نو بیا د دې لپاره موږ ډیټابیس جوړو د کې ماول ټیبلز جوړ کړم چې اول ټیبل هم د څه په نوم جوړ کړم پروډکټ په نوم ټول هغه شیان چې موږ سره په دکان کې دي ټول دلته ثبت وو چې مثلا ما سره دا شی ده دا شی ده دا شی ده کومه کمپنۍ دا سیریل نمبر یې چې دا ماډل یې چې دا چانم ټول په کوم ټیبل کې ولیکل په پروډکټ ټیبل کې بیا مې بل ټیبل د سپلایر په نوم واخیستو سپلایر هغه څوک چې تا ته راوړي کوم پروډکټ راوړي دلته نمونه لیکو مثلا خالد تا ته راوړي دلته ټول د هغه چا نومونه چې تا ته شیان راوړي مثلا خالد دا او کمپنۍ ادرس دا او فون نمبر یې دا دغه پرچیز کې بیا دلته بیا لیکو چې مثلا کوم پروډکټ واخیستو کوم پروډکټ تا ترې واخیستو ګور دلته آی ډي پروډکټ آی ډي 1 پروډکټ آی ډي 1 دلته څه ده قلم ده قلم مثلا ته لچانه اخیستی خالد نه په دې ټیبل کې لیکي چې په کوم تاریخ دی اخیستی څو دانې دی اخیستی زود بین تشریح کنه نو پوه شوې په پرچیز ټیبل کې چې تا کوم سپلایر نه چې تا کوم شی پروډکټ اخیستی ده ګورل د تاریخ لیکي دلته پروډکټ آی ډي لیکي اوس پروډکټ آی ډي 1 چې دا څه شی قلم وکنه او سپلایر 1 سپلایر آی ډي 1 کنه څوک ده خالد ده ګورل دلته لیکلي دي چې سپلایر 1 خالد وکنه آی ډي 1 څه شی قلم په کوم تاریخ اخیستل شوی په دغه تاریخ اخیستل شوی دغه قیمت 10 روپۍ څو دانې و 15 دانې چې ټول 100 روپۍ شوې 50 کې 100 روپۍ دی ورکړي شل دی ورکړي 100 روپۍ در پاتې شوې 10 پاتې شوې دا چې تا اخیستې دي پوه شوې اوس دا بل ټیبلونه چې بیا جوړ کړي دي ټول چې دا نور هم خلاص کړم دا به کلوز کړم سپلایر به هم کلوز کړم پروډکټ دی وي کسټمر او سیلز اوس دغه پروډکټ به ته بیرته خرڅوې که نه په چا یې خرڅوې دلته د کسټمر نومونه لیکې مثلا بصیر شو عالم شو فلانی شو اوس ګوره کسټمر آی ډي 1 څوک ده بصیر ده دلته بیا ته لیکې چې مثلا کسټمر آی ډي 1 چې بصیر ده که نه کوم پروډکټ دی ورباندې خرڅ کړی پروډکټ آی ډي 1 پروډکټ آی ډي 1 کوم پروډکټ ده قلم مثلا قلم دی پرې خرڅ کړی که نه په کوم تاریخ دی پرې خرڅ کړی قیمت یې څو و څو دانې دی خرڅ کړي 100 روپۍ شوې څو یې درکړي 100 ورپسې پاتې دي دا ټول ټیبلونه شول پوه شوې بیا هم د دوی ترمنځ ریلیشن جوړ کړی ډیټابیس ټولز کې ریلیشنشپ وینې دا د دوی ترمنځ ریلیشن ده وروسته به بیا ته دا نوټ کې دغسې ټیبلونه به ټول جوړ کې پرایمري کی به ورکړي ریلیشن به جوړ کې دا کار به ته کور کې کوي پوه شوې خالد تا اینجا مشکل بود فراد بصیر جان هیچ مشکل نبود خب میایم درس امروز ما شما در دیتابیس خواندیم که وقتی که دیتابیس جور میکنیم اول چی جور میشه تیبل جور میشه بعد از تیبل باز چی جور میشه کیوری در صورت ذرات وقتی که ما ذرات داشته باشیم و باز فورم جور میشه وقتی که ما تیبل ها رو جور کردیم مثلا این تیبل ها رو جور کردیم در این تیبل وقتی که ما ریکارد انتری میکنیم مثلا این پروداکت هست اینجا باید پروداکت انتری کنی اینجا باید سپلایرش هم مثلا وقتی که من یه واز میکنم مثلا این سپلایر هست اینجا رو واز میکنم میگم که اینجا پروداکشن نوشته کنیم اینجا در تیبل دیتا انتری کمی مشکل هستن برای ما شما شاید آسان باشه به خاطر که ما شما دیتابیس جور میکنیم تیبل ها و کل چیزا رو ما جور کنیم ولی برای کسی که تو دیتابیس باز تسلیم میکنی که هیچ اکسیس یاد نداشته باشه تنها کامپیوتر استفاده کردن یاد داشته باشه باز به تیبل رقم انتری کردن میتونه که پروداکت آی डी 1 سپلایر 1 داینی تاریخ نمیشه نه باز ما شما چی جور میکنیم فورم جور میکنیم ما شما گفتیم که فورم کی هست اینترفیس هستن فرنت اند هستن همیشه باز دیتا انتری چیزا کلش در کجا میشه در فورم میشه دیگه از این خاطر که از این تیبل ما شما چی جور میکنیم فورم جور میکنیم فورم کی جور میکردیم با چند طریقه ما شما کلش خوانده بودیم نه امروز میخوانیم که اگر دو فرم ریلیشن داشته باشه دو فرم که بین خود ریلیشن داشته باشه چطور میسازه میشه میای از این طریق از چند طریق میشه اول از این طریق ما جور میکنیم مثلا ما میخوایم که اینجا بر من نشان بده چی را سپلایر میگم سپلایر که کدام سپلایر بر ما پروداکتس میاره کدام پروداکتس میاره این پروداکتس هم کاتشون یک جای میکنم چند تیبل یک جای کردیم دو تیبل یک جای کردیم میتونیم سه تیبل یک جای کنیم در صورتی که ریلیشنشون جور باشه اگر ریلیشن جور نباشه باز نمیشه اونجا ما شما ریلیشنشیپ جور کردیم از این خاطر تو میتونی که تیبل ها رو یک جای بندازی
اگر ریلیشنش جور نباشه باز نمیتونیم. فعلا این دو تا را یک جای میکردم. کدام یک جای کردیم؟ پروداکت کتی سپلایر. این نکست میکنیم. سر اینجا میگه که کدام تیبل بالا نشان بده، کدامش پایین نشان بده. در اینجا کلی ریکارد نشان میده، وان بای وان ریکارد نشان میده. میتونی سپلایر انتخاب کنی، میتونی پروداکت انتخاب کنی. مثلا من میگم که سپلایر بالا باشه. مثلا اینجا یک نام نشان بده احمد، از احمد کدام چیزا خریدی. مثلا اینجا محمود کدام چیزا خریدی. اگه من ایرا چنج کنم، ایرا پروداکت کنم، باز اینجا پروداکت مثلا قلم از چند نفر خریدی، میشه که یک نوع قلم از چند نفر داشته باشه نه خریده باشی. دیگه کدامش میخوایم اون سپلای. اینا نکست کو. تیبولار باشه یا دیتا شیت باشه. فعلا دیتا شیت ما انتخاب میکنیم. انفارمیشن ویوش به یا دیزاین ویوش به. این رو شما خوانده بودیم. فعلا انفارمیشن ویوش به. یک فرم به نام سپلایر جور میشه، دیگه فرم به نام پروداکتس ساب فورم. میتونی نامش چنج کنی، اگه نمیکنی فینیش کو. اگه با همین نام اینجا برات هم فرم جور میشه. ببین سپلایر. حالا اینجا چند فرم برات نشان میده؟ دو فرم. که اینجا سپلایر شد، مثلا خالد است، از خالد کدام پروداکت خریدی اینجا برات نشان میده. از خالد کدام پروداکت خریدیم؟ قلم. نکست میکنیم. دیگه کی است؟ فرهاد. از فرهاد کدام پروداکت خریدیم؟ بوکس. که یک وقت هر دویش نشان میده. حالا اگه ما ریکارد نو اد میکنم، یعنی اینجا بٹن داریم، یا ما شما میتونستیم که نو بٹن ها را جور کنیم، نه برای اد ریکارد چیزا رو ما خوانده بودیم که در فرم خود بدل خود بٹن ها را جور کنیم. از این بٹن ها استفاده کرده میتونی. حالا اینجا ما میتونیم مثلا نوشته کنیم که سپلایر آیدی نو مثلا 10 نامشون چی است، اینجا نامش نوشته کنیم و اینجا نوشته کنیم که از کدام پروداکت خریدیم. اینجا نامش کنیم. فهمیدین؟ این یک طریقه شد وقتی که ما ریلیشن داشته باشیم فرما رو جور کنیم. باش که پس دیلیت کنیم. خب ایره هم دیلیت کنیم و ایره هم دیلیت کنیم. حالا ما باز از می طریق این دفعه 3 تیبل یک جای میکنم، به خاطر که هر 5 تیبل ما ریلیشن داره. مثلا میگم که پروداکتس نشان بده، پروداکتس از کی خریدیم، سپلایر کتش نشان بده و اون قیمت هایشان چند مانده چند داده چیزایش هم نشان بده. این ایرم کتش یک جای میکنم. چند تیبل یک جای شد؟ 3 تیبل. اینجا باز میگه که کدام تیبل در بالا برات نشان بده که یک ریکارد از او باشه، دیگر ریکارد از این. مثلا سپلایر اگه ما کلیک کنیم، اینجا احمد، از احمد کدام پروداکت خریدی، چند دانه، قیمتش چند بود، چقدر پیسه داد، چقدر من کلی چیزاش میگم بالاش سپلایر باشه، دیگه اینجا باشه. نکست. باز مورد دیگه معلوماتشون اون قسم هستن. فینیش کو. حالا اینجا چند تیبل هستن؟ 3 تیبل هستن. یکی هستن، 2 تیبل اینجا هستن. بیشتر که ما شما انتخاب کردیم اینجا فعلا چند تیبل هستن؟ در این فرم 3 تیبل هستن. یکی اینی است، 2 تا اینی است. اگر خوب در دیزاینش تغییرات میاری، دیزاین ویو میری، چیزا رو ما در فرم خواندیم نه، میتونیم که اینجا ایرا تغییرات بیاریم. مثلا اینی را باش که اینی را کمی نوت کنیم، ایرا اینجا بانیم و ایرا هم یک کمی کلان کنیم اینی فرم. خب حالا از اینجا هم یک کمی میتونی یا رو خورد کنی یا اینجا سکرول بار داره باز. چک اینجا سکرول بار داره. مثلا خالد است. از خالد ما چی خریدیم؟ قلم خریدیم که اینی مدلش هست، اینی کمپانیشان هستن. حالا اینی طرف سکرول بار اگه ما کش کنیم، باش که سکرول بار چی طرف کش کنیم. چک اینجا سریال نمبر، سپلایر آیدی، سپلایر آیدی خب باز مو آیدی شد نه؟ پرچیز آیدی در اینی تاریخ خریدیم. ببینید این طرف. چک در اینی تاریخ خریدیم. چند دانه اسمش خریدیم؟ 10 دانه. قیمتش 10 بود. 5 دانه خریدیم. 50 روپیه شده. 20 روپیه دادیم. چند روپیش مونده؟ 30 روپیش مونده. حالا اینجا چند تیبل شد؟ 2 تیبل اینجا نشان میده که هم پروداکت کتش نشان میده و هم قیمت و پرایس و چیزایشان نشان میده. این چند طریقه شد؟ 2 طریقه. وقتی که ما از تیبلا فرم جور میکنیم. یک طریقه که 2 تا یک جای کردیم، دیگه طریقه که 3 تا یک جای کردیم. یک طریقه دیگه هم هستن که مو از این کدام خوب طریقه است، باش که رو دیلیت کنیم. او چی رقم هستن که هر تیبل جدا جدا فرم جور کنی، باز کلش یک جای کنی. اول از هر تیبل فرم جور کنی جداگانه، بعد از او کلش یک جای کنی. مثلا اینجا میم در ویزارد، خب میگم از کدام تیبل برام جور کن، مثلا از سپلایر. نکست. کالم رو جور میکنیم، دیگه تیبل رو هیچ کدش یک جای نمیکنیم. این فرم به نام چی جور شد؟ سپلایر. کلوز. حالا میریم یک فرم دیگه جور میکنیم.
فورم ویزارد. از کدامش؟ از پروداکتس که از سپلایر کدام پروداکتس خریدیم این هم کالم رو جور میکنیم. پروداکتس دیتا شیت جور میکنیم، یعنی هم جور شد. یکی دیگه هم جور میکنیم از پرچیز که معلوماتشان که چند قیمتش بود، چند خریدیم. ایره هم کالم رو جور میکنیم. چند تا نشد؟ سه. حالا میم سپلایر رو باز میکنیم، در دیزاین ویوش میم و تیبل های دیگر رو در اینجا کش میکنیم، اون فرم های دیگر که جور کردیم. این یکی پروداکتس هست، اینجا کش میکنیم، اینجا اعلام میکنیم. دیگهش پرچیز هست، اینجا کش میکنیم. مثلا اینجا دیزاینش خواندیم که کدام فرم کدام چه رقم دیزاین کنیم، نه اجازه مثلا در اینجا ماندیم. حالا میم در فرمشو چک کنیم از خالد. اینی را یک کمی کلان کنم که مکمل معلوم شد. این دیزاین چیزایشان رو باز میکنیم سیز که خوب منظم شد. سیکال خالد. از خالد اینجا کدام چیزا رو خریدی؟ اینجا صفحه بسیار خرد شد. دوباره شروع میکنیم، سپلایر رو باز میکنیم، در دیزاینش میریم، یا رو پس کش میکنیم. یعنی پروداکتس هم در اینجا میره پایین کن، پروداکت هم و میره هم. این رو اینجا میمونیم. کمی کلانش میکنیم. خب حالا اینجا بیم چک در فرمیه. سپلایر آیدی 1 کی است؟ خالد است. این آدرس شان است، این موبایل نمبر شان است. این اینجا دیتیلز شان میگه که ما از پیش چی خریدیم. چگیره کمی دیگه هم کلان کنیم، در دیزاین بیایم. ایره پایین کنیم، رزیوم کنیم پایین. چه کالیجه؟ ما مکمل پروداکتس که داریم، چند قلم چیزا داریم که فعلا پیش ما موجود است. چند قلم هستن؟ 3 چیزا هستن که دایی اول خالد است. از خالد کدام پروداکت آیدی رو خرید؟ چی رو خریدیم؟ پروداکت آیدی 1. پروداکت آیدی 1 اینجا چی هستن؟ قلم هستن. باز وقتی که من نکست کلیک میکنیم، اسکرین یک بار سیو کنیم، بس سرویس کنیم. یعنی از خالد ما چی خریدیم؟ پروداکت آیدی 1 خریدیم. پروداکت آیدی 1 اینجا چی هستن؟ قلم هستن. باز نکست کلیک کنیم. دوم از فرهاد چی رو خریدیم؟ پروداکت آیدی 2. پروداکت آیدی 2 اینجا چی هستن؟ کتاب هستن که ما ازی خریدیم. باز وقتی که نکست کلیک میکنی چی هستن؟ فعلا این نفر نیستن. اینجا ما نوشته میکنیم مثلا نفر دوم ما یک پروداکت از پیش خریدیم. کی هستن؟ مثلا بصیر هستن. آدرس بصیر کجا هستن؟ مثلا کمپانی است. فون نمبرشان اینی است و این ایمیل آدرسشان هم مثلا اینی است. از بصیر ما چی خریدیم؟ اینجا میایم در پروداکت. چند پروداکت ما داریم؟ 3 پروداکت. اگر پروداکت نو خریده باشیم مورم اینجا نوشته میکنیم. اگر نداشته باشیم مثلا از یا کدام چیز دیگه از بصیر خریده باشیم اینجا نوشته میکنیم. مثلا میگم که پنسل خریدیم، اینجا نوشته میکنیم که کدام پروداکت از پیش خریدیم؟ پروداکت نمبر 3. پروداکت نمبر 3 چی بود اونجا؟ پنسل بود. در کدام تاریخ خریدیم؟ اینجا نوشته میکنیم مثلا در این تاریخ خریدیم. چند قیمتش چند بود؟ 20. چند دانه خریدیم؟ مثلا 10 دانه. چند میشه کلش؟ 200. دیگه‌ایشان باید اینجا معلوم شود. باشه که اسکرول بار شی طرف کش کنیم. خواهی معلوم شدن 200 شدن. در 200 مثلا چند روپا برش دادیم؟ 120. چندش موند؟ 80. سایکولوژی ریکورد انتری چقدر آسان است. وقتی که ما اینجا ریکورد انتر میکنیم راستن کلش پس کجا میره؟ در تیبل میره. ریکورد در تیبل استور میشه، ولی انتری را که ما ریکورد کنیم نو اضافه میکنیم، دیلیت میکنیم، کلش در کجا میکنیم؟ در فرم میکنیم. از این خاطر که از تیبل ما چی جور میکنیم؟ فرم جور. فهمیدین تا اینجا؟ بس سمیخه؟ بس کیره